اگر هنوز فکر میکنی طراحی دست کاراکتر کارتونی کار سختیه، حتما این پست رو نگاه کن. ببین که ما برای طراحی دست کاراکتر کارتونی فقط به یه دایره اولیه احتیاج داریم که کنارش یک شست قرار میگیره و مابقی انگشتا با توجه به اون کارتونی که میخوایم طراحی بکنیم متفاوته. میتونه یه شست و یک کف دست باشه، میتونه یه شست و 3 تا انگشت دیگه باشه و میتونه یه شست و 4 انگشت دیگه باشه که با توجه به باز و بسته بودن انگشت‌ها و اینکه چیزی بین دست‌ها قرار گرفته یا نه متغیر و متفاوته. به سایه‌هایی که زده میشه تو نقطه‌های کور و نقطه‌هایی که تاریکه دقت بکن. و توی این نوع طراحی معمولا انگشت‌ها کپل و بچگونه طراحی میشن، اما تمام این دستا رو میتونی روی کاراکترهای غیر انسانی هم بذاری، حتی کاراکترهای انتزاعی مثل یه دونه ابر یا یه دونه هویج یا هر چی که دوست داری. خدافظ.